زن و مرد در یک جای زندگی میکردن. مرد بیچاره به خاطر پیدا کردن لقمه نان صبح وقت از خانه بیرون میشه، بیگاه با 4 تا نان خانه میآید و زن جوان در خانه تنهاست. یک روز از روزها شوهر میگه خانه آمدم دیدم که زن در کناری نشسته گریان میکنه. و زن جان چرا گریان میکنی؟ چی گپ است؟ والا تو صبح از خانه بیرون میشوی، من در خانه تنها هستم، در روی حویلی ما چند تا درخت است، در بالای درختها پرنده ها و گنجشکا میآیند میشینند و من در خانه تنها هستم، یگانه سرم لچ میشه، یگانه یخنم لچ میشه. این گنجشکا مرا میبینند، من از این گنجشکا حیا میکنم. بنابراین چی میشه که درختها را از بیخ برکنی تا یک گنجشکا عورتی مرا نبینه، سری مرا نبینه، موی مرا نبینه. شوهر میگه گفتم چقدر زنی با حیا، چقدر زنی با ایمان، حتی از پرنده ها حیا میکنه. صبح میگه چند تا مردگار گرفتم، درختها را از بیخ و بن برکندم و نابود شد تا اینکه موی زنی مرا حتی گنجشکا نبینه. دنیای اعتماد دارم سری زنی با حیا و با ایمان. یک روز از روزها بنابر ضرورت نیمه روز خانه آمدم. در نیمه روز خانه آمدم دیدم که در خانه زنی که از پرنده ها حیا میکنه، دور از شما، دور از همه امت اسلامی با عفت، دیدم که در نیمه چاش با یک مرد نامحرمی در حال انجام فعل زشت زنا است. وقتی وضعیت دیدم که این زنی که از پرنده ها حیا میکنه، اما اینجا کارش این قسم، قطیفی خود از سر شانه انداختم، هیچ کاری نکردم، از کاملا شهر و وطن ترک کردم. گفتم در نظام و در خانواده و در منطقه‌ای که زنانی که حتی از پرنده ها حیا میکنن اینقدر رذالت باشه، سری که اعتماد بکنی. رفتم در یک شهر بسیار دور دست، مگه دیدم که مردم بسیار پریشان، بسیار همونطور سرگردان 4 طرف شهر در حیرت میدوند. چی گپ است؟ گفتن که یک چیزی بسیار ارزشمند پادشاه گم شده. پادشاه فرمان داده که اگر امروز تا بیگاه دزد را پیدا نکنید قتل عامتان میکنید. مردم سرگردان حیران هستند. ما مکلف هستیم که باید دزد را پیدا کنیم، اگر نه خیر ما نیست. این مرد مگر دیدم که در بین شهر یک نفر بسیار با یک عبا و قبای خاص، سرش یک چادر هم انداخته، شکل و قیافه مردمای متعبد و پرهیزگار گرفته و در میان شهر با نوک نیک پایش میگرده. گفتم این کیست؟ گفتن این زاهد شهر است، این عابد شهر است، این ولی شهر است، این کسی است که مستجاب الدعوات است، هر دعایی بکند قبول میشه. این بسیار آدمی نیک و بسیار آدمی زاهد و پارسا. گفتم دزد پیدا کرد. این مرد دزد پیدا کرد. گفتن چی کسی است؟ تو آدمی غریبه و ناشنا، کسی را نمیشناسی بگی دزد پیدا کرد؟ گفتم این آدمی زاهد و پارسایی که به نوک پایش میگردد دزد اینمی است. مردم میگه سعی خنده کردن. گفتم او بدبخت، این آدم معمولی نیست، این کسی است که در نوک پای میگرده به خاطر از اینکه زیر پایش مورچه ها نمیرن. اینقدر آدم پارسا و متعبد و زاهد است، پاش در زمین کامل نمیگذارد تا نشود در زیر پاش کدام مورچه‌ای ببیند. عابد ما، زاهد ما، متقی ما، ولی ما همیز توی دوست میکشید. گفتم اگر دوست اینمی نبود بعد دوست شما. گفتن خیلی گپی تو هم قبول. این زاهد و عابد و متقی را گرفتن، گفتن دوست نیست. بردن پیش پادشاه. پادشاه اولا یک تعجب کرد که جناب ولی سب، جناب عابد سب، جناب صوفی سب، جناب شیخ سب دوست بر زیر شلاق که گرفتن، یک چند وردار که زدن، گفتن من دوست است، گفتن مرا نکشه، مالتان براتان میدم. خب گفتن دوست خو پیدا شد. این نفر غریبه را گفتن تو از کجا فهمیده که دوست امی است؟ بعد جریان خانواده خود قصه کرد. هر کسی که در امور مباحه، در امور غیر ضروری زیاد افراط میکنه، بدانید که در زیر پایزی حتی یک فساد هست. کسی که در کفشش ریگ نباشه به اندازه در امور غیر ضروری او جدیت نمیکنه. لا تغلو فی دینکم، در دینتان غلو نکنید، افراط نکنید. افراط بی معنا و بی ارزش دقیقاً
یک پشت صحنه خطرناک داره عزیزان من. علی کل حال اولین صفت یک خانواده موفق از دید اسلامی عزیزی است که خانواده باید بر اساس دیانت و بر اساس تقوا و بر اساس حیا و کمال معنویت انتخاب شود، چون خانواده ها به 4 خصلت گرفته میشن همسران: به خاطر مال، به خاطر جمال، به خاطر حسب و نسب، و 4م به خاطر دین. فاصفر بذات دین تربت یداک، به دیندار خود قناعت بده که دستانت خاک آلود شود و موفق میشه. به هر حالتش عزیزان من، اولین چیزی را که یک جوان مسلمان به خاطر به دست آوردن یک خانواده ارزشمند و یک خانواده موفق و یک خانواده ایدئال باید در تلاشش باشه، انتخاب یک همسر با صفات و ویژگی های ارزنده اسلامی است که قرآن عظیم الشان و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من و شما بیان میکنه. محمد افتخار آفرینش، جهان معرفت دریای بینش.